قطر 22 سانتی متر و یه مربع به ضلع 14.5 سانتی متر برش میزنیم. دایره رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. وسط ضلع‌های مربع هم به دست میاریم. علامت‌ها رو روی هم قرار میدیم و دور تا دور مربع رو با چند میل دوخت میکنیم. 2 تا دایره رو روبروی هم میذاریم و دور کار رو دوخت میکنیم. 5 سانتی متر رو باز نگه میداریم برای برگردوندن کار. بعد از برگردوندن قسمت باز رو دوخت میکنیم. میتونیم با چرخ یا با دوخت مخفی دوخت کنین. حالا از روی ضلع‌های مربع که دوخت کردیم قسمت‌های هلال رو به این صورت برمیگردونیم و با سوزن ثابت میکنیم. هر 4 تا ضلع مربع همین کار رو انجام میدیم. حالا با فاصله چند میل با چرخ هلال ها رو دوخت میکنیم. به همین راحتی دستگیره ما آماده شد. برای وصل بندینک قسمت هایلایت پیج ذخیره شده، حتما ببینین. ممنونم که تا اینجای آموزش منو همراهی کردین. حتما برای دوستای هنرمندتون بفرستین.